چطوری که در خب همون اولی نوار کارتینگی که آماده کرده است میبینین نرخ چپتا و تخم چرا گران شد. واقعا اگر ما کشوری تاجیکستان را نظر کنیم، تاجیکستان یک کشوری اگراری است. در طول 28 سال بعد از پاش خوردن حکومت شوروی، ساختن یک حکومت بعد از خب جنگ های داخلی بگذار از سال 2020 سال، در طول 20 سال حتی حکومت رحمانوف قدرت به ساختن یک فرمه مرغ پروری رو ندارن. لااقل برای مردم یک تخم عادی ترین چیز دادن نمیتونه. برای مردمش صنعت وزبین کنار بگذار، اقتصادی وزبین کنار بگذار، ساختمان کشف کردن دیگر سیاحت، دیگر قشر زمین و دیگر خب کندنی های زیر زمینی و تجهیزات های بزرگ صنعتی را کنار بگذار. یک تخم عادی ترین چیز تخم مرغ که تاجیکستان کشوری اگراری است. ما میگیم طبق همون دعوای شما ما بگذار هر زنی شما اگر که امروز برای مردم یک عادی ترین چیزی که همون 4 دانش میتهی، هیچ زحمتی نداره همون مرغ باور کنی. براش لازم نیست که از امریکا روی تبلت کش بیاری یا که از روسیه باید تکنولوژی جدید براش بیاری. هیچ چیز زحمتی لازم نداره. برنامه درستی رهبری کشور لازم است. برای اون رهبری که در وزارت کشاورزی تعیین میکنین باید این مسئله ها دیده شود. زمان کشوری اگراری میگن باید تاجیکستان در مسئله کارتوشکا، پیاز، سبزی، آرد، گندم دیگر چیزا مشکلات نداشته باشه. زمانی که در چونین فضای پست قرار میگیره بازار تاجیکستان، پس نباید شما تا این روز رهبر باشه. اما رهبرین خب دیگه اون طرفش به مردم اسپاریم که چرا اینها رهبرن. نقطه دوم، در پارلمان کشور اصلا نباید بعد از 20 سال اگر ما بعد از خواب کشمکشی ها بگیریم در پارلمان مسئله تخم مرغ بحث کرده شود. ای بس شرم است دیگر. ای مردم، در پارلمان کشور وکیلان پارلمان در مسئله تخم مرغ حرف میزنن. شما شرم نمیکنید؟ نوارا ببینیم یک جا بعد صحبت ادامه دهیم. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات ضد انحصاری که طرح تغییر و علاوه‌ها به قانون درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان را معرفی میکرد، سبب بالوروی نرخ‌ها از جمله نرخ تخم در یک ماه اخیر را به عامل‌های بیرونه مربوط دانست. به قول مومنزاد، تحلیل و مانیتورینگ های انجام داده این نهاد در بازار و کارخانه‌های مرغ پروری نشان داده است که خراجات برای پرورش مرغ بالا رفته سبب افزایش قیمت تخم شده است. وابسته از آن که از امتیازهای اندازی گمرکی برخوردار است، ارزش در بازار خارجی به نهایت قیمت شدنی است. برخی وکیلان پارلمان دلیل‌های پیش‌آورده رئیس خدمات ضد انحصاری در مورد بالوروی قیمت تخم را زیر سوال برده دلیل آوردند که 90% خوراک پرنده از جمله جوار مکه، گندم و دیگر زراعات در داخل کشور پرورش می‌شود و تنها 10% را از خارج کشور وارد می‌کنند. خب ساختار شما یگان نظارت کالکولیاسا با مثلا همکاری با کارپچه پروکراتورا و دیگر متخصصان مثلا از پلات حساب میتوانند یگان چیز پیشنهاد کنند که مثلا شما در یک جایی با متخصصا رفته تفتیش کردید. رئیس خدمات ضد خب خیلی نقطه مهم است. یعنی منظور از صحبت سید جعفر عثمان زاده وکیل پارلمان که شما یک متخصص نداری در این ساختون که یک کنترل، یک نظارت بکنه. پس ضعیف بودن همین سیستم دولتداری رحمانوف ببینید. پارلمان کشور امروز بیایم برای ما یک مقاله، یک نوار، یک پیشنهاد از طرف پارلمان کشور در مسئله نبودن قوه برق برسانه که من در بالاش حرف زدم که وکیلان ما حرف زدن. هست همین چیز مهمترین در این شب و روز مصیبت و مشکلاتی که بالای مردم هست، سخت‌ترین مشکلات نبودن قوه برق. وکیلان ما وکیلان مردمی، اصلا وکیل شخصی است که از طرف منطقه ها روانه کرده میشه به پارلمان کشور و آن نماینده از اون منطقه یعنی نماینده مردم است. امروز مردم بدون قوه برق است. این جنتلمن های پارلمان ما در مسئله تخم بحث دارند و یا اینکه چند مدت پیش در مسئله آیا با تلفن طلاق کردن جایز است یا جایز نیست، چند سال جنایت است، چند سال سود میشود. شما شرم نمیکنین؟
در کدام کشور روی دنیا چنین یک تصمیم، یک برنامه پست پیاده کرده شده است؟ در کدام کشور؟ بیاین برای ما یک بار نشون بدین. این مردکای خوب، سراتون سفید شده است، یک 25 سال شد راهبرین، حالی هم عقل اداره کنی دولت ندارین. حاضرم فهمیش و فرهنگ سیاسی شما بالا نشده است که لااقل پارلمان جای تخم مرغ و تخم خروز نیست. پارلمان جای زکس و جای نکاح نیست. پارلمان جای طلاق کردن و جای مسئله های دیگر نیست. پارلمان کشور یک جای مهم است که تقدیر مردم تاجیکستان در اونجا باید حل کرده شود. شما در چه کار مصروف هستین؟ میگیم سخت حرف نزنیم، شاید یورا گپ خبه نگویم، اما باید به زبان خودشون حرف زد. یورا که بعضی‌ها تا سال پدری منم بالاتر است، بعضی‌ها 70 سال از نامزدیتون در پرزیدنتی میگذاریم. شما عیب و شرم نمیدونین که در پارلمان کشور تخم مرغ چین میکنین؟ شما که تخم مرغ چرا گران شد؟ او وکیلش برآمده است میگه شما یکم ریویزوری درست دارین، کنترل کدا میتونین. وکیل مجلس، رئیس مجلس نمایندگان میگه که من بازار میرم نرخ بازار رو میبینم. دیدی نرخ بازار چی کار کردی؟ شما یک بار همین مسئله را جدی نظر میکنین؟ بعد از 28 سال راهبری رحمانوف، بذار از سالهای جنگ و کشمکش رو من کنار میگذارم، از سال 2000 تا این جانب یک قوه برق برای مردم داده نتونستند. در پارلمان کشور بحث نشد. ساعت نرسید که باید پارلمان کشور از همه عطایش به استعفا میرفت. اگر واقعا یا انسان شعور انسانی می داشتن، اخلاق و فرهنگ انسانی براشون میشد، باید ایزا میکشیدن. واقعا بعد از تحقیری که یک جوان برای شما میکنه که شما ضعیف هستین، ناتوان هستین، برنامه سیاسی ندارید، تجربه سیاسی ندارید، باید شما مردانه عریضتون رو مینویسین، امروز به استعفا میرفتین، دعوت میکردین نسل جدید که مردم من فلانی همچون یک وکیل، همچون رئیس پارلمان امروز رفتم از وکالت. کی است آماده اجرا کردن وکالت؟ بیا یک جای مرا بگیره، بیا خدمت به این مردم بکنه. من نتونستم واقعا. من 20 سال شد در پارلمان راهبرم یا که کار میکنم، مسئله تخم مرغ بلند کردم. ای شرم از این مردم. در کشورهای اروپایی برای کودکاشو میرن در زوپارکو تخم مرغ نشون میدن. میفهمی؟ در پارلمانشون تخم مرغ بحث نمیکنن. در این کشورها تخم مرغ رنگارنگ میکنن، مردم بازی میکنن. شما چی کار کردین؟ ایزو نمیکشین؟ شرم نمیدارین؟ از مردم لااقل ایزو نمیکشین؟ این مردم چیخه شما همچون یک وکیل از جای کارتون بیرون میشین، شب ساعت 6-7 شب میروین، قوای برق در بعضی منطقه ها نیست، چیخه شب شما را خواب میبره. ما این سوالی است که تا امروز وجدان ما را عذاب میده. رفت من وکیل پارلمانم، من از همون ادارم بیرون میشم که من نماینده خلق از رشتون زمین، از سوق زمین، از خطلان زمین هستم، از دوشنبه، از رودکی، از وحدت. من نماینده خلق هستم. امروز خلق من، کسی که مرا همچون وکیل انتخاب کرد، بدون قوای برق است. آیا سرد درم بالین میمونی خوابت میبره؟ ایزون نمیکشین از خطون؟ شرم نمیدارین؟ ساعت نرسیده است که مردم برود جلوی شما را بگیره، از همون گلسوکاتم بکشه، از همون اتاق پارلمان بیرون بکنه، یک نصیحتون بکنه. وقتش نرسیده است. ساعت نرسیده است که شما مردانه برین به استعفا. باور کنین شما به ناموس مردم بازی نکنین. یک بارک فکر کنین، یک بار. ولی ما میبینیم که یا مسئله قوای برق چی به اونا کردن. انحصاری در پاسخ گفت همکاری با دیگر نهادها در مسئله نظارت نرخ‌ها را پیش بینی کردند. اما این در حالی است که بالاروی قیمت یک دونه تخم از 70-80 دیرم تا 1 سومونی و 20 دیرم ساکنان را سخت نگران کرده است. همه چیز گران شده است. پیشتر 30 دانه تخم 12 سومونی بود، حالا به 34 سومونی برابر شده است. کار به کجا رفته ایستاده است؟ لیکن فابریکاهای مرغ پروری ساخته ایستادند. همه چیز قیمت شده است. تمام چیز، ارد، کارتوشکا، همه چیز گران شده است. سالهای اخیر مقامات از افزایش فابریکاهای مرغ پروری و استحصال به مراتب تخم مرغ گزارش میدهند. برای این همین وکیلا رو در همون فابریکا برای تخبازی بکنن دیگه. برای این مرغ بانی کنین شما مردم. برای این همون یک منطقه های دنغره برین
کلاه برین، فرخوار برین، خزم منطقه اکثر رو برین همونجا دا فرمای مرغ بکشین، مرغ پرورش بکنین. شما خود در پارلمان بحثی مرغ بگیرین، شما تخمه بگیرین. این یک پهلوی مسئله. پهلوی دیگری مسئله خب میگیریم میره نبودن قوای برق. نبودن قوای برق مسئولین کشور چی میگن؟ مسئولی خب شرکت برق تاجیک چی میگه؟ معاون سروزیر یک نفری کلیدی در ساختاری حکومت دروغ میگه، مردم فریب میگه. مرحمت. برق تاجیک در مکتوب رسمیش به رادیوی آزادی روز 4 دکبر نوشته است سبب قطع برق این تعمیر در دستگاه ها می باشد، اما شرکت مشخصا نگفته است که در کدام دستگاه ها تعمیر ادامه دارد. به این خاطر است که برخی از کارشناسان و ساکنان به ادعای برق تاجیک با شبهه نگاه میکنند و میگویند که تعمیر سراسری دستگاه های برق نمیتواند از 1 ماه زیاد دوام کند. شرکت برق تاجیک هم در مکتوبش کشال یافتن کارهای تعمیر را تصدیق کرده گفته است این کار با سبب سریع وقت دسترس نکردن تجهیزات ضروری از خارج کشور می باشد. مسئولین شرکت سنه دقیق انجام کارهای تعمیری را نگفتند و تنها اشاره کردند که این کار در صورت امکان پذیر است که به کار متصل و اعتمادناک سیستم مطمئن باشند. پاسخ برق تاجیک در حال به دست رادیوی آزادی می رسد که 1 روز پیش یعنی این پاسخ به جواب رادیوی آزادی است که در شرکت برق تاجیک داده است که مسئله خب تعمیر کردن و بازسازی بعضی از بخش های اگریگات هایی که ما داریم روغن خب سنتودا و دیگر. یعنی شرکت برق تاجیک یکی ما کمبودی داریم. یکم این که هیچ وقت یک سیستم درست، یک سیستمی که اداره راهبری در دستش داره، یک بخش نظارتی کشور در دستش است، تعمیر جامعه در دستش است، نباید که در یک شب و روزی وزبین، سردی، خنکی برای ما که ما تعمیر کردیم. این چیز از عقل و منطق بیرون است. ما در این بارت بارها گپ زدیم که شما اصلا باید در تابستان در سرشوی تیرمو شما مسئله زمستان رو باید ببینید، ولی هر سال شرکت برق تاجیک تعمیر سازی دارد، لیمیت برق میگذاره، میگه ما تعمیر کردیم. مسئله دیوم معاون نخست وزیر تاجیکستان در جلسه در ولایت ختلان گفت سبب قطع انتقال برق با کمبود آب در آبانبارهای کشور. ایشه چی خیلی بفهمیم؟ کمبود آب در آبانبارهای کشور ایز نهادی بالاتر، نهادی که خب سطح راهبری داره، معاون سروزیر، گپ این قانونتر، جدیتر. با مردم بازی داریم. مردمی کمبغلی بیچاره بسویتی در تاریکی شم میشینه، نسل تربیه میکنه، فرزند تربیه میکنه، فرزنداشون در مهاجرت مبلغ روان میکنن. شما شکماتون دم کدگی میخنین، راحت خوب میکنین، باز هم فریب میکنین مردم، باز هم بخوین مردم فریب بکنین. ربط دارد. عثمان علی عثمانزاده روز 3 دکبر در جلسه در ولایت ختلان گفت آب در آبانبارهای تاجیکستان کم است و قطع روزانه برق هم به همین چیز ربط دارد. پاسخهای دخوره مقامداران تاجیک درباره سببهای قطع انتقال برق در حال است که منابع معتمد رادیوی آزادی گفتند سبب اساسی قطع انتقال برق این از معیار زیاد دادن آب به ازبکستان میباشد. ما گفته بودیم که ای مردم، او زمانی که شوکت میرزیویف به تاجیکستان آمد و کفگوبی زدین و انا ما شرطنامه ده طرفه بستیم، رهای ما باز شد با تشبث جناب عالی فلان و بهمدان شد. ما گفتیم شما فلان یک نبینید. هیچ یک کشور مثل حکومت رحمانوف احمق نیست که تمامی کمو کرال در دستش داشته، توزایی که در دستش داره، کارتایی که داره همش برای شما نشان بده. اونجا منافع ملی بالاتر میسته. هیچ یک کشور مثل حکومت رحمانوف بسواد و احمق نیستن. اونا در برابر آمده شما را با آغوش گرفتن، منافع ملیشون نگاه میکنه که اینجا بحث سری چی هست. شما به تربیات چیکار کردین؟ با آغوش گرفتین تماما. انا درهای ما باز شد، سمرقند و بخارا انا جناب عالی بهترین کار کرد. دیدین از شما چی طلب کردن؟ شما اقلا بعد از امضا گذاشتن و بعد از شرطنامه کردن 4 ماهی قفای همین مسئله را فکر نکردین؟ ندارین یک سیاستمداری درست که پیشنهاد بکنه، یک مشاوری درست نیست که ای بچه، ای جوان، ای روبر،
موضوع دیگر است. حالا ما امروز در زیر این سازشنامه امضا میمونیم، اما 4 ماه بعدی زمستان میشود، سال بباریش بود، شاید برف نبود، شاید آفتاب و پریخاب نشد. مسئله برق برای مردم ما چی میشه؟ اینا فکر نمیکنین شما؟ چه شما اجازت میتین، چه خیلی اجازت میتین که منافع ملی را میبرین در زمین میزنین، به خاطر آمدن و 2 بار با آغوش گرفتن شما دستاتون رو بالا میگیرین، خرسک میزنین. کجا از مشاوی، کجا از مسئولی بخشا، کجا از سیاستمدارای عاقل ما که گلستوکاتون در سراتون دم کردگی 40 سال در پارلمان شدگین، عقلتون به همین نگرفت؟ ببینید مسئله چه است. باشد. منابع ما در نظام انرژتیکی تاجیکستان گفتند بعد از صدمه در آبانبار سردابه ازبکستان در ماه می، مقامات تاجیک با درخواست تاشکند برای آبیاری زمین‌های ازبکستان از معیار زیاد آب دادند. به گفته منابع ما، مقامات امید داشتند که تا فصل تیر ماه آب ضروری در آبانبارهای تاجیکستان دوباره جمع می شود، ولی به گفته همصحبتان ما چنین چیزی صورت نگرفت و تا حال آب ضروری در آبانبارها جمع نشده است. تعمیر دستگاه هست یا کمبود آب و یا زیاد انتقال دادن آب به ازبکستان، هرچی هست بیشتر از ساکنان تاجیکستان در این شب و روزهای سردی به کمبود شدید برق روبرو هستند، به مثل بعضی از ساکنان ولایت سوخت که مجبور شدند دوباره به صندلی بابای برگردند. سوید باشد با یگل یاردم میشد. من حالا شب گفتی وگه بعد شب نمیشدم جای قشلاق خوشردن میدانم و نیکسم قشلاق با مسئله سوید بباید سست 12 ساعت 15 ساعت میکشد سوید کشور. ساکنان تاجیکستان بیش از 1 ماه اینجا با محدودیت نیروی برق میگیرند. به گفته ساکنان برق از ساعت 7 صبح تا 17 بیگاه خاموش کرده میشود. شرمم بکنین دیگه مسئولین، رهبریت. من فکر میکنم اگر مردمی ما چون همسایه کشورهامون میشد لااقل کایها باز چونین یک پارلمانی بی فرهنگ، یک پارلمانی منم کدام زبان خود دیگه برای گپ زنیم کوشش نکنیم گپای خبرش چون یک پارلمان هیچ دیدگاه و اراده سیاسی ندارن کایها به استعفا رفته بدن. اگر مردمی ما کمی هم دیدگاهش وسیع‌تر میشد، اما بدبختانه تقدیر همین مردم تاجیک شاید همین بود. مشکلات مردم ما همین بود که ما نتونستیم درست یک سیاستی عاقلانه را در جامعه تاجیکستان پیاده بکنیم. یکی از سبب‌های این همه بدبختی‌ها باز هم 28 سال در سر قدرت ماندن خدی رحمانوف است. مشکلات این همه بی‌برقی، کمبزاعتی، پستی زندگی مردم این ربط دارد به سیاست رحمانوف. به خاطری که سیاست هرچند زیاد شد، یک نفر طولانی شد، الکی آب از بوی میگیرد افلاس میشود. رحمانوف از افلاسی و از بو هم گذشت رفت دیگر. کایها باز باید به استعفا میرفت، یک نفر کمی جوانتر کمی خب رحمانوف که در سالهای دانشگاه را خواند و ختم کرد پخته چینی میکرد و میرفت در کلخاز و سلخاز کار میکرد. امروز نسل دیگر از باید نفرایی که رفتن امریکا و انگلیس و کانادا و روسیه و دیگر کشورهای ابرقدرت خواندن، اونها باید راهبر میشدن. لااقل دیدگاه کمی وسیع‌تر، کمی خوبتر، کمی عالی‌تر میشد که تا زندگی مردم خوب میکردن. این دو نقطه بود که در پارلمان کشور بحث میروه، یکیش مسئله توق، یکی دیگهش راهبرای کشور، راهبرایی که نهادهای بزرگ راهبری میکنن دروغ میگن، مردم فریب میکنن. ساعتی از بین بردن این میگونه یک پارلمان است. اگر پارلمان، اگر کدایی که صدای مرا میشنوی بعد از کار از اتاق کارید بیرون شدن یک بار با هم سری چنبرک نشن و دور بزن دوشنبه را، از دوشنبه بیرون لااقل منطقه های تابع را برای خانه بعض در شبوکوب در زمستان سرد در شبوکوب بگو من وکیل پارلمان نماینده شما هستم، چه حال دارین؟ فرزند خردک دارین؟ مریض دارین؟ معیوب دارین؟ خونتون سرد است، زندگی درست ندارین؟ یک بار یک شب بجای اونا برا در همه خونه سرد خواب بزن و بچه تا بگیر، برا در خونه همه مردم کم بزاعت خواب کن، انمو زن و بچه مردم کم بزاعت بگو برا در همه بیناهایی که از طرف حکومت برای شما رایگان دادن که دم کردگی خواب هستین، مردم کم بزاعت یک بار در دوشنبه در مرکز در خانه های زیبا تعمیر کردگی نپلی آب میسپارین، نپلی گاز میسپارین، نپلی ماشین میسپارین، هیچ راحت خورده خوین. مردم کم بزاعت یک ماه بیاین در همه خانه های زیبا شما خواب کنه، بعد به قدری مردی و مردانگی، انسان بودن، شرف و ناموس بودن میرسین. شما در دیگر حالت شما کور هستین،
نه به قدر مردم کمبیزویت میرسین، نه به قدر رأی انا مردم میرسین که گویا شما رو مردم انتخاب کرده است، نه به قدر سیاست و دولتداری.